كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. آیا این شخص را می شناسید؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. چی فکر میکنید شما درباره شخصی که پدرش وفات کرد هنگامی که او در بطن مادر بود و مادرش وفات میکند هنگامی که او به سن 6 سالگی میرسد؟ بعد او را بابایش به سرپرستی میگیرد و بابایش هم وفات میکند که در این وقت او به سن 8 سالگی میرسد و بعد او را عمکش به سرپرستی گرفت و او عمک و همسرش را مثل والدانش دوست داشت و بعد گذشتن وقت آنها هم وفات کردند. 3 پسرش به سن 2 سالگی نرسیده وفات می کنند. 3 دخترش در طول حیات او وفات می کنند و دختر دیگرش فاطمه خداوند از او راضی باد وفات می کند. بعد وفات او صلی الله علیه و سلم 6 ماه می گذرد. پس اوست محمد صلی الله علیه و سلم. پس اوست الگو و نمونه برای ما در حیات. پس ما باید درس صبر را از او آموزیم صلی الله علیه و سلم. برادر و خواهر عزیزم، ببینید پیامبر ما صلی الله علیه و سلم این مصیبت ها را چه خیل پس سر کرد. با صبر جمیل همه این مصیبت ها را پس سر کرد و ما باید درس صبر را از او آموزیم. وی اکثر حیات خود را در گرسنگی گذراند که لذت نان سفید را ندید. عمکش حمزه را خداوند از او راضی باد به شهادت رسانیدند و جسم او را پاره پاره کردند و او صلی الله علیه و سلم قاتل عمکش را بخشید. وقتی که به شهر طائف به دعوت اسلام رفت او را قبول نکردند و سنگسار کرده از شهر راندند، در حالتی که تمام بدنش را جراحت گرفت و خون تا پایهای مبارک رسید و او صلی الله علیه و سلم آنها را ببخشید. هنگامی که در سجده بود روده های شتر را بر سرش پرتافتند و او صلی الله علیه و سلم عبادت خود را دوام داد و آنها را ببخشید. از گریبانش داشتند، او را آزار دادند، در راهش خارها پرتافتند، پرتابهایشان را در پیش درش گذاشتند، به او طعام زهرآلود دادند، او را سحر و جادو کردند، از وطن مادری او را راندند. در عوض او صلی الله علیه و سلم همه آنها را بخشید و از خداوند طلب کرد که آنها را به راه راست هدایت کند. او صلی الله علیه و سلم در شب نماز می گذاشت تا آن دمی که پایهای مبارکش ورم می کردند. در سوال ای پیامبر، تو که از گناه پاک هستی برای چی اینقدر عبادت می کنی؟ چنین جواب داد: من باید بنده شکرگزار باشم. محمد صلی الله علیه و سلم برای ما نمونه و الگو هست و رحمت خداوند است بر ما. بر او صلوات فرستیم که او صلی الله علیه و سلم وحی الهی را به بشریت رسانید. او صلی الله علیه و سلم گریه کرد وقتی که جبرائیل علیه السلام به او خبر داد که برخی از امتت به دوزخ می درآیند. او صلی الله علیه و سلم ما را ندیده است. روزی به صحابگان گفت که من می خواهم با برادرانم تیزتر وا بخورم. صحابگان گفتند آیا ما برادرانی تو نیستیم؟ او صلی الله علیه و سلم گفت شما اصحاب من هستید و برادران من شخصانی هستند که مرا نادیده به من ایمان می آورند. پس آیا ما سزاواری برادر شدن به پیامبر صلی الله علیه و سلم را داریم؟ آیا ما تابع سنت او هستیم؟ آیا ما
از احادیث او استفاده میبریم؟ آیا ما از حیات او برای خود نمونه گرفته و در حیات خود عملی میکنیم؟ پس این سوال است که هر کس باید به خود بدهد. پس ای برادر مسلمان، خود را از این رحمت محروم مکن. پیروی شیطان مشو، پیروی از او کن، چون او گفته است که من میخواهم به برادرانم تیزتر وا بخورم. پیروی او باش، پیروی سنت او باش. او صلی الله علیه و سلم شفاعتگری تو می شود و او صلی الله علیه و سلم در روز قیامت از خداوند برای همه ما شفاعت می پرسد و می گوید ای خداوند، این امتی من است، این امتی من است، آنها را ببخش که تو بخشنده و مهربان هستی. ای حبیب خدا، ما مسلمانان تمام جهان همه وقت تو را دوست می داریم و تو را به یاد می آوریم. ای پیامبر خدا، همه وقت از حیات تو درس عبرت می گیریم. صلوات و درود الله بر تو. الله سبحانه و تعالی می گوید ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او صلوات فرستید و سلام کنید سلامی نکو. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و صحبه و سلم. دوستداری پیامبر صلی الله علیه و سلم این عمل کردن به گفته های اوست. این پیروی کردن به سنت او صلی الله علیه و سلم است. پس به خودت بنگر و ببین چقدر به او نزدیک هستی و به خود سوال بده آیا او از عملهایی که تو در شب و روز انجام میدهی راضی هست؟ آیا تو سزاوار برادری را داری؟ اگر داشته باشی خوش به حالت و اگر نداشته باشی هنوز فرصت هست. پیروی از او صلی الله علیه و سلم میکن. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.